روز پنجشنبه در ولایت انبار در غرب عراق عملیات ارتش این کشور بر ضد سلاح و دستان همپیمان با سازمان القاعده ادامه یافت. عملیات پاکسازی انبار در آغاز سال روان بعد اشغال بعضی منطقه‌های این ولایت از طرف گروه‌های سلاح به دست شروع شده است. در پاکستان رهبران و نمایندگان 10 حزب سیاسی طلب کردند که اصلاحات در منطقه‌های اقامت قبیله‌ها که زیر نظر حکومت فدرالی قرار دارند ادامه یابد. در ملاقات شهر پشاور اشتراک کنندگان از حکومت مرکزی دعوت کردند در منطقه قبیله نشین اجرایش تمام قانون‌های موجود در پاکستان را تأمین کند. چند پیش حکومت پاکستان با فعالیت حزب‌های سیاسی در منطقه‌های قبیله نشین که با نام فتح معروف است اجازه داد. سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان با هدف تشویق روند انتخابات چاره‌بینی‌های مختلف راه اندازی می‌کنند. روز پنجشنبه شمار زیادی جوانان در کنسرت، نمایشگاه رسم و نقاشی و رایدهی رمزی اشتراک کردند. این تشبث در عرصه دور نهایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان برپا شده است. در قزاقستان گروهی از فعالان سیاسی و جمعیتی بر ضد همایش این کشور به اتحاد اقتصادی اوراسیا اعتراض کردند. این گروه که زیر نظر پلیس قرار داشت در نزد مجسمه استقلال قزاقستان در شهر الماتا گل گذاشت. روز پنجشنبه در قزاقستان رهبران روسیه، بلاروس و قزاقستان به تأسیس این اتحاد که سر از 1 ینوری سال 2015 فعال خواهد شد موافقت کردند. در کوسوو شاهزاده اردن قاضی بن محمد استاد فلسفه اسلامی خطابه را درباره محبت به قرآن شریف ارائه نمود. شاهزاده اردنی را در این معرکه پرزیدنت کوسوو عاطفه یحیی آقا همراهی میکرد. سفر قاضی بن محمد و کوسوو زمانی به وقوع پیوست که مردم این کشور تازه استقلال هفته تحمل بین مذهبی را تجلیل میکرد. در پایتخت گرجستان 16مین جشنواره کتاب افتتاح یافت. در طول 4 روز آینده دوستداران کتاب امکان دارند که با نرخ ارزان کتاب خریده با ادیبان گرجی و خارجی ملاقات کنند. در این معرکه مطبعه‌های ارمنستان، ایران و آذربایجان شرکت دارند.